با سلام. برای درست کردن ویدیو از طریق گوشی با برنامه اینشات شما میتونید اینشات رو از فروشگاه پلی در قسمت جستجو اینشات رو نوشته و اون رو سرچ کنید. پس از سرچ کردن میتونید به راحتی نصب کنید یا میتونید از طریق مارکت و بازار برنامه اینشات رو دانلود کنید. عشقی اتفاق افتاده است که دلم کم بابتش نشکست. پس از نصب کردن برنامه اینشات وارد برنامه میشیم. در قسمت ویدیو عکس و یا ویدیوی مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم. تیک سبز پایین رو میزنیم و دوستان توجه داشته باشید کار خیلی سختی نیست. شما در قسمت موسیقی روی برنامه و یا موسیقی روی گوشی خودتون که دانلود کردید رو انتخاب میکنید. پس از انتخاب کردن در قسمت ویرایش اون قسمتی که مد نظرتون از آهنگ هستش رو انتخاب میکنید. پس از انتخاب کردن درست اون تیک رو میزنید و پس از انجام دادن این کارها شما میتونید عکستون رو مطابق با اون قسمت از آهنگ که مد نظرتون هستش تنظیم کنید که میتونید با کشیدن و یا تقسیم کردن و حذف کردن قسمت بعدی که نمیخواید این کار رو انجام بدید. پس از تنظیم کردن اون میتونید عکس‌های اضافی که دارید با زدن روی اون و گزینه حذف اضافی ها رو حذف کنید. بعد به قسمت متن میریم و متن مورد نظرمون رو تایپ میکنیم. مثلا در این قسمت ما متن آهنگمون درد ندیدنت برام کم نبود. اون رو که نوشتیم در این قسمت رنگ ها رنگ متن آهنگ و تم اون رو انتخاب میکنیم. حاشیه اون نوشتمون چی باشه و یا اینکه سایه و تابش اون چی باشه رو انتخاب میکنیم. نوشتتون میتونید از رنگ های مختلفی استفاده کنید. قسمت برچسبی رو در پشت اون قرار میده که شما میتونید هر رنگی که مد نظرتون هست و هر طریقی که هست برای اون قرار بدید. این تمام رنگ هایی هستش که در این قسمت برای ما نشون میده. پس از انتخاب این میتونید وضوح نوشتتون رو کم یا زیاد بکنید که من وضوح 100% مد نظرم هستش. بعد از اون فونت شما هستش که شما میتونید هر کدوم که مد نظرتون هستش اینجا در این قسمت دانلود شده های شما برای شما نشون داده میشه که میتونید هر کدوم رو انتخاب کنید. برای دانلود فونت میتونید به قسمت فروشگاه فونت که این قسمت هستش مراجعه کنید و فونت مورد نظرتون رو دانلود کنید. انواعش وجود داره که شما مشاهده میکنید. پس از دانلود کردنش شما به این قسمت میرید و حالت نمایش دادن نوشتتون رو انتخاب میکنید. این دوتا تکمیل کننده همدیگه هستن. من اول این رو انتخاب میکنم و تا اونجایی که متن برای من خونده میشه قرار میدم. بله و حالا برای قسمت بعدی آهنگ میایم دوباره نوشتن رو میزنیم و این قسمت متنمون رو تایپ میکنیم به صورت خودکار. پیش‌فرض اون یکی براتون قرار داره، یعنی اگه شما همون رو بخواید همون هستش دیگه، لازم نداره که شما رنگ و اینها رو انتخاب کنید. فقط قسمت نمایش نوشته‌تون من قسمت دومی رو انتخاب میکنم که اینها فیکس کننده همدیگه هستن. بعد از اینکه این نوشتمون رو میکشیم و دقیقا در اون جایی که نوشته قبلی اون قرار داره به همون میزان میکشیم و دوباره سر جای خودش قرار میدیم و حالا آهنگمون رو میذاریم و دقیقا میبینیم که تکمیل شده و کار ما به اتمام رسیده. پس از انجام دادن این تمام این کارها شما کارتون تموم شده و میرید و بوم اندازه عکستون رو انتخاب میکنید.
سایز 9x16 سایز استوری هسته. شما میتونید اگه برای پست میخواید سایز 4.5 رو انتخاب کنید، ولی ما برای استوری هستش پس سایز 9x16 رو انتخاب میکنیم. تمامی عکس ها رو به این صورت در قسمت محصول ویرایش میکنیم. پس از ویرایش کردنشون کار ما به اتمام رسیده و حالا گزینه صادراتی یا سیو رو میزنید و تمام. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید.